مطهر ایشان سلام، روز بخیر. رونمایی از فوتروس، جدیدترین پهپاد ایرانی. بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین راهبردی کشور با قابلیت‌های ویژه با حضور وزیر دفاع رونمایی شد. این پهپاد راهبردی قادر است تا شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر و سقف پرواز 25000 پا 16 تا 30 ساعت پرواز مداوم داشته باشد. فوتروس علاوه بر مأموریت‌های شناسایی و مراقبت می‌تواند با مسلح شدن به موشک‌های هوا به سطح و انواع راکت‌ها مأموریت‌های رزمی را نیز انجام دهد. مواظبت از مرزهای دریایی و خشکی، دیدبانی از خطوط لوله‌های نفت، مخابرات، کنترل ترافیک جاده‌ها و دیدبانی مناطق حادثه دیده از بلایای طبیعی از دیگر قابلیت‌های پهپاد فوتروس است. امروز متخصصان توانمند شرکت صنایع هواپیماسازی ایران وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع حاصل تلاش بی‌وقفه خود را در طراحی و ساخت بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین کشور به نمایش گذاشتند. فوتروس از امروز عضوی از خانواده پرنده‌های بدون سرنشین وزارت دفاع شد، خانواده‌ای که در اون انواع پهپادها زندگی می‌کنند. این هواپیما در نوع هواپیمای بدون سرنشین در بالاترین سطوح به لحاظ تکنولوژیک، به لحاظ عملکرد و به لحاظ قابلیت‌های مأموریتی مختلفی که میتونه انجام بده، یعنی هم مأموریت شناسایی میتونه انجام بده، هم بحث‌های گشت‌زنی رو میتونه انجام بده. 25000 پا سقف پروازی، 2000 کیلومتر شعاع پرواز عملیاتی، 30 ساعت مداومت پرواز، مسلح شدن به موشک‌های هوا به سطح و انواع راکت‌ها از ویژگی‌های پهپاد فوتروس است. چه پیامی میتونه داشته باشه طراحی و ساخت این نوع پهپادها در کشور؟ اینکه مدیریت جهادی و باورمندی به توانمندی خودی و تلاش مستمر میتونه به نتیجه برسه و همه محدودیت‌ها را از جلوی پا برداره. مراقبت از مرزهای دریایی و خشکی، دیدبانی از خطوط لوله‌های نفتی، مخابراتی، کنترل ترافیک جاده‌ها، دیدبانی مناطق حادثه دیده در زلزله، آتش‌سوزی و سیل، محیط‌بانی برای حفاظت از محیط زیست و ارسال فیلم و عکس‌های دقیق در طول مأموریت از قابلیت‌های پهپاد فوتروس است. انشاءالله حالا امروز هم تصمیم گرفته شد که ما در سال آینده در همین روز بتونیم هواپیمای بدون سرنشین راهبردی خودمون رو که در کلاس جهانی تقریباً 2 تا کشور بیشتر اون رو ازش بهره مند نیستن رو اینجا بتونیم انشالله رونمایی کنیم. اعتبار سنجی این هواپیما در تخصصی ترین آزمایشگاه‌ها و مراکز تست در کشور با موفقیت صورت گرفته است.